چه حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. اومدیم با یک ویدیوی بسیار خفن جذاب گیم پلی کال اف دیوتی موبایل با به سرمون یک دوئل بزنیم و بعدش هم بریم آلکادراز که خود اکتیویژن اعلام کرد آلکادراز ثابت شده. الان ما میریم دوئل رو با هم برگزار کنیم. خب اینجا بنده درخواست رو بدم. سلام امیرعلی جان. سلام. اگه قبول کنه سلام امیرعلی جان. سلام امیرعلی. سلام دوستان. برو پایین آقای امیرعلی عاطفو. آقا بازی میریم که اسنایپ باشه. میریم بازی اسنایپ با امید موفقیت. بریم ببینیم این ویدیو رو ما چیکار میکنیم. خب الان فعلا منتظر اونا میمونیم و ببینیم اومدن. نه اومدن الان اومدن. میریم بازی اسنایپ باشه. دو به تک. خب بریم ببینیم میبریم. خب اولی رو مثل اینکه زدیم. نمیدونم اسم میکنم امیرعلی بود ولی خب هرچی بوده زدیم. خطگیر داریم مثل اینکه توی این دست. او مای گاد اجی نیر انداخون بالا. گفتم خطگیر داریم. گیری کرد و فعلا نتایج یک مساویه. متاسفانه بچه ها نیستن. بله با اسنایپ بنده دارن این دوئل رو برگزار میکنن که یک بنده خدایی اونجا خط میگیره و 2-1 فعلا عقب افتادیم. خطگیری آقای امیرعلی 3-1 فعلا عقب افتادیم متاسفانه. با گان خودم که اینجا یه خطگیری زیبا میزنه تاها. خطگیری هسته که خیلی جوابه. وای شت چرا بر نداشت. 4-2 فکر میکنم باشیم. 4 عقبیم. اشکال نداره. اینجا فعلا 5-2 بازی باختیم. 30 تا حسب نداره. استایپمون هم به درد نمیخوره. اینجا خب امیر سلطانی نخواستیم فینیش کنیم یا یارش از پشت میاد فینیش رو قطع کردیم و یارش که به ما دمیج میده اینجا دمیج نخورد. 6-3 فعلا بازی رو باختیم و بد شانسیمون شده یه جورایی. خودشانسیه آقای امیرعلی که میاد میگیره میزنه راحت. بله بانه یک کیل میگیریم خیلی قشنگ. اینجا امیرعلی سلطانی یه هدشات میخوره. خب رفتیم 6-7 کامبک زیبا دارم. رقم میزنم و شت مرد. اینجا زد امیرعلی. نمیزد یه بد موقع. 2 نفری ریختن سرم. شت یکی دمیج دادم و 9-6 فعلا
بازی رو باختیم و فعلا متاسفانه بازی باختیم. خیلی اینا تاکتیک تیک تاکشون باحاله. هدف میاد سر من گرم میکنه و امیرعلی سلطانی من رو میزنه. 2 نفری هم میان آقایون دلقک. 1 نفر زدم، هیچ شات هم کردم با نی، خیلی قشنگ زدم. 7-10 فعلا باختم. سخت شده کنه من اسم کنم گان کشید فکر کنم. نه با نیت بردم. خب اینجا هاتف رو میزنم، زدمش. امیرعلی سلطانی یه دمج داد به من. دوباره دمیج مثل همیشه و واقعا اگه بمیرم نامردی به حساب میاد. اینجا میتونم فینیششو بگیرم، نگرفتم. اومد نایف کنه، نتونست. 10-11 برگشتم یه دونه عقبم، خدا کنه که نمیرم. زدم مساوی نشد. چجوری کیل نشد آقا؟ وای دمیجی که این خورد اصلا واقعا بدشانسی میگرفت. توی آقای عاطف اینجا نمرد و 13-10 فعلا من مسابقه رو باختم. متاسفانه برام خیلی سخت شده. کی رو بزنم کی رو نزنم. اینجا این خط میگیره نمیمیره، میاد این پشت. اینجا این خط منو گرفته. واقعا سخت شده کار و 14-10 فعلا مسابقه رو باختم. فکر نکنم بتونم ببرم این دست رو بنده. این همه اسکین گست رو برداشته داره با گست منو میبره. 15 آقا بریم یه گام بکشیم و اینجا کشیدیم. الان فشاری که اینا میشن و واقعا کسی نمیتونه تحمل کنه و میگیرن روم که چرا کلاس کشیدی بچه. بله گیری روم، چون به خاطر یه باری که گرفت روم و به خاطر گانه کلاس و کلاس کشیدن. یه نیک کارشون رو تموم میکنه، کار یکیشون رو ساخت. آقا ریلود شدیم. شت مد 12 عقبم فعلا. متاسفانه کار خیلی برای من سخت شده. اینجا زدم بلافاصله خوردم. 18-13 دارید که میبینید دیگه باختیم. خیلی بده بچه. حساب کنید دنبال یکی داری اینو میزنی بعد میاد این پشت خطتو میگیره. خیلی رو مخه و عاقبت خیلی فشار میده با آدم. 15-18 فعلا این نتیجه ادامه داره. اینجا مثل این که داره نایف میکنه منو. بله نایف نتونست کنه. اینجا 18 کامبک زیبایی زدم جون مادرت نمیر. وای چرا وای هی میام بازی رو تا مساوی میکشونم. حداقل یه دونه رو دیگه میکشونم. اینا میان میزنن.
واقعا بدشانسیمه. واقعا بده بچه، واقعا بده. اصلا 18-20 فعلا بازی رو واگذار کردیم. دوتا مین کاشتن و اینجا هم یه نیت 20-20. خیلی نباید خوشحال شیم، میگم 20-21 فعلا بازی رو واگذار کردیم. سخت شده میگه یه دونه میخوریم. یکی رو زدم خیلی قشنگ، خیلی قشنگ. 22-21 افتادم جلو. چه کامبکی شد. و 22-22 اب نداره، مساوی شدیم فعلا که مردیم و مساوی کردیم کارو. یه خطگیری 23-22 اختلاف دوتا باشه خیلی کمکم میکنه این کار. و چه گانی بود. واقعا برایشون متاسفم، اینا کشیدن و منم باید بکشم. میتونم نکشم، اینا گامبیان بکشن، من نکشم. بله 24-23 گرفت برای من. حالا این کلاس هم هست. اگه اینا بچه ها بردیم، مثل یکیشون لفت داد و کار ما رو بردیم و 24-23 گفتم ایرانی جماعت باخت نمیده. برد. تمام ترکونی فعلا اینجا داره نشون میده یه چجوری بردیمشون. 24-23 بردیمشون و دیگه با سختی هایی که کشیدیم یک کلاس نجات هم داد. ما بچه باختیم که و امیدوارم حالتون تا اینجا خوب باشه و بریم که آلکادراز باهاتون ببینیم. خداحافظ. خب بچه ها الان ما بهشون آلکادراز درخواست میدیم که خب آلکادراز درخواست قبول کرد به چیزمو درخواست بده. خب اومد و بریم برای یک دیدار جذاب و دیدنی. بچه امیدوارم که دست قبلی حریف بودیم و بردمتون، این دست مثل دست قبلی نباشید و درست کار رو ادامه بدین. 3 نفری اسکور دیگه هم کنم بهمون اضافه بشه. یه خورده طولانی شو وجود تست میکنم. 20-22 دقیقه این ویدیو تایمش باشه. بچه امیدوارم کارهای اشتباهی نکنین شما، امیدوارم فقط. بله اینا دارم فوش میده. آقا فوش نده، شماره 1 فوش نده. مثل اینکه یک اسکواد قوی هم بهمون خورده. دنس بریم بزنیم. بچه حس میکنم امروز یه دونه گردونه اومده، من 20 سی پی دارم. اگه گردونه باشه آخر ویدیو میریم میزنیم، چون به شخص دنبال گردونه زیادم، گردونه نیست. و خب رفتیم تو، بریم ببینیم چی کار میکنیم. زیبا این حس میکنم یکی
گست متیکو داشته باشه چون جت رنگ کلا عوض شد و بریم ببینیم چی کار میکنیم داخل آلکاتراز. نه برو. خب اینجا بله ما مردیم. خیلی زیبا و قشنگ. اوه بله گست متیکو گفتم یکی داره و داره. اینجا با گست متیک بنده رو زدن. از این خوشحالم که آلکاتراز کامل اومد و تا ابد هست، مثل مپ موتی نمیزاده. چرا اینجوری میدوه؟ کارکته شت. اینجا حالا بکنم بات بود. بچه اگه کاری نداریم مایکو ببندین. لحظه آخری مهمون جدیدمونم که چنل یوتیوبشه. چنل یوتیوب داره، من خودم لینک یوتیوبش نمیدونم چیه. خب لحظه آخری فهمیدم چنل داره و با لطف آقای امیرعلی سلطانی که دونستیم بیاریم ایشون رو. اینجا یک خوری زیبا میکنیم از امیرعلی. امیرعلی خیلی دمج داد. خب من زدمش. مثل اینکه دیل پیدا کرده. دیل پیدا کردین نوش جونتون. من دنبال بیوایم. بچه بیوایمون رو برداشتیم. خب 20 ساعتی بیوایم برداشتیم. صدا پا دارم. بله با یک تیر زیبا ایشون رو به لابی فرستادیم. لابی که نه اینجا اسم دارم میاد. بله برداشتم. چه جایی بیده کردم کدام جایی مخفی داره. مخفی که نه، حالا ما خیلی نمیم بگردیم. اوه بچه اینجا سولو اسکوت فکر میکنم میشه. زدمش. من بیوای دستمه. بیوایه یه فینیش بازیمون نشه. یه فینیش هم زدیم که ذره روال شیم. بچه ها بیاین پیش هم بازی کنیم. پیش هم کنار هم بیاین. از هم جدا نشین. شماره 4 که اونور مپ کلن.
شتمن وای بابا بیاین دیگه، میگم مگه نمیگم جدا نشین. این 4 تا اسکواد افتادم، این جدا نشین آقا. کمی انتظار آقا، جدا نشین جدا نشین. شماره 1 هم که فقط داره میمیره واقعا. با کیا داریم کالاف بازی میکنیم؟ یارو میره با 100 تا اون لژند داره، 200 تا اتوماتیک داره، 100 تا لژند داره. الان ما رو نگاه کنین. خب اسکالان تو اگه بری اونو بگیری خب کیل میشی دیگه. بچه ها اگه نمیخواین حرف بزنی صداتون رو ببندی. بله شما یکم 5 تا اصلا این دست من نبودی اصلا. داداش بخوای منو نایف کنی بابا؟ یعنی چی؟ آخه یعنی چی؟ ببین رفتم جای قبلی شت من شت. وای بچه باختیم بابا، وای نه باختیم. با 8 کیل امیرعلی اول شد، با 6 کیل سوم شدم. واقعا تأسف داره به خاطر بازی کردنتون آقایون عزیز. خب دیگه بریم، حدود 25 دقیقه شد ویدیو و امیدوارم از این ویدیوی جذاب و دیدنی لذت بسیار زیادی رو برده باشید. این ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو هم سابسکرایب کنید، کامنت یادتون نره. عاشقتونم. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.